الان یکی از رفیقام زنگ زدم میگه حاجی اعصابم خورده، جواب لاتاری اسمم در نیومد و اینا. گفت تازه نذرم کرده بودم. گفتم چی نذر کرده بودی؟ گفت به 10 نفر غذا بدم. گفتم که اگه به من میگفتی نذر کردی میگفتم نذر تو اول کنسل بکن بعدم برو جوابشو بگیر. گفت برای چی؟ گفتم که خداوند متعال و مطلق و بزرگ و یکتا برمیگرده میگه آقا من به تو پدر مادر دادم سالم، به تو زندگی دادم زیبا، به تو سلامتی دادم، به تو اعتماد به نفس دادم، به تو جوانی دادم، به تو بهار رو نشون دادم، به تو پاییز رو نشون دادم، به تو زیبایی‌هامو نشون دادم. تو داری مجانی از این همه چیز من داری زندگی میکنی، داری لذت میبری از انسان بودن. اصلا من تو رو انسان کردم، بعد تو بخوای دست 10 تا پسرای منو به خواهرای بچهای منو بگیری با من معامله میکنی؟ این جواب خدا به کسایی که میرن نذر میکنن که این کارشون بشه. شما نذر زمانی بکن که هیچ چیزی از خداوند نمیخوای. تو از این به بعد میخوای نذر بکنی، میخوای یه کاری بکنی، وقتی هیچ چیزی نمیخوای بکن و به روی خدام نیار. پروردگار مطلق همه چیز را میدونه، صاحب توه. تلاشتو بکن ببین چقدر جلوتر تو رو میندازه. به والله قسم زندگی من همینه.